چند نفر رو میخوان زندان بکنن، چند عالم رو میخوان زندان بکنن. مولوی متوکل میره زندان چون ملاهای بی غیرت دیگری وجود دارن که در مقابل این ظلم، در مقابل این جنایت سکوت کردن. میترسن، از زن و بچه میترسن، از مال دنیا میترسن، از منصبی که دارن میترسن. به والله قسم نوبت تک تکتون میاد. فکر نکنید به اون مولوی صاحبی که کارمند دولت است به اون رحم میکنه. فاطمیون ایران، شیعیان رافضی که امروز از طرف ایران کمک میشن، فکر میکنید به فلانی الان رحم میکنه که در حکومت است، در کنار اشرف غنی است یا کارمند دولت است، یا که برای ایران چیزی نمیگه یا برای روافض چیزی نمیگه، به اون رحم میکنه؟ همتون از دم تیغ میگذرانن، به هیچ کدومتون رحم نمیکنن. چون اینا دشمنیشون با متوکل و مسلمیار نیست، دشمنی اینها با دین است، با اسلام است، با اهل سنت است. اینا دشمنیشون با متوکل و مسلمیار نیست، دشمنی اینها با دین است، با اسلام است، با اهل سنت است. در عراق دیدیم نه به تاجر اهل سنت رحم کردن، نه به مولای اهل سنت رحم کردن، نه به مؤذن اهل سنت رحم کردن، نه به کارگر اهل سنت رحم کردن. به هیچ کس رحم نکردن، همه را از دم تیغ گذراندن. ایستگاه بازرسی درست کرده بودن، نگاه میکردن کارت شناسایی رو، هر کی اسمش ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر بود پیاده میکردن، جا به جا همونجا آتیش میزدن. فیلماش ما یک زمانی پخش کردیم، جا به جا آتیشش میزدن همونجا بر اسم. خدا اینه طرف زناکار بود، طرف شرابخور بود، طرف شاید اصلا نماز نمیخونه، اسمش عمر بود، اسمش ابوبکر بود، اسمش عثمان بود، کشتنش. صدها هزار نفر شهرها رو کاملا نابود کردن. اینها یک نفر دو نفر که میرن زندان به خاطر حقگویی، به خاطر بیغیرتی و بیدینی، به خاطر ترسویی بزدلی هزاران ملایی است که امروز حق رو نمیگند بلکه باطل رو حق جلوه میدن. و یقین داشته باشید که دشمن به هیچ یک از شما رحم نمیکنه، در هر منصبی که باشید، هر چقدر که ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. روزی که صلیب به گردنت انداختی، لباس کشیشا رو پوشیدی، در کلیساشون رفتی، اون موقع ازت راضی میشن. این حرف محمد انصاری نیست، حرف الله متعال است و الله متعال راست میگه. هر چقدر تنازل بدید، هر چقدر خودتون رو خار و ذلیل بکنید، نه ایران ازتون راضی میشه، نه آمریکا ازتون راضی میشه، نه حکومت از شما راضی میشه، بلکه خسر الدنیا و الاخره میشید. همینایی که هر چی داشتن قربان کردن در پیش پای اونها، آخرشون چی شد؟ آخر همونا رو هم کشتن، به همونا هم رحم نکردن. مولوی متوکل رو به خاطر چی زندان انداختن؟ به خاطری که حرف حق رو میزد. دین عام شود. دوستا شما رسالت داره، بالله قسم رسالت شما، وظیفه شما ای جوانا بسیار خطیر است، بسیار بزرگ است. دعوت به شب و روز گریان پیش میره. من که حالی میخستم یقین بالله بکنه برنامه مخاطب زیاد نداشتم، گفتم الله به خاطر رضای تو در زبانم گپی حق جاری کن. به خاطر اینکه غیر از خداوند از کسی دیگری نمیترسید. اگر کل مخلوق جمع شود، دنیا جمع شود،
یک کل دنیا فعلا جمع شده علیه محو کردن همین عقیده قرآن و حدیث جمع شده. این مبارزه کفری علیه همین عقیده است، علیه همین مراکز قرآن و سنت است. ولو به الله قسم اگر گپی دیگه باشه. خو یادتان باشه اگر کلی از یا جمع شود با کلی نیروی خود، در او زمانی نیروها نبود عالی است، با این نیروی خود که برای تو نفع برسانه، رسانده میتونه؟ رسول الله گفت که لم ینفعوک الا بشیء قد کتبه الله لك، مگر برای تو نفع رسانده میتونه چیزی را کی براتون نوشته کرده؟ الله سبحانه. شما چی عقیده داری؟ شما چی عقیده داری؟ برای ما نفع کی میرسانه؟ کی نصرت ما را میکنه؟ خو شرط است ان تنصر الله، شرط است اگر من نصرت دین الله را کردم به الله قسم الله مرا حفاظت میکنه، الله مرا نصرت میکنه. پس چی ضرور است؟ حفاظت دین الله سبحانه و تعالی به اندازه توان و طاقت ما، به اندازه توانم که در هر نقطه قرار دارم. ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، چیزی را که الله با بالایت نوشته کرده ضرر برات رساندن نمیتونه. خیر ما ضعیف هستیم یا نه که قوی هستیم؟ بگوی ما قوی هستیم. ضعیف کسی است که از مرگ میترسه، ضعیف کسی است که محبت دنیا را خوش داره، ضعیف کسی است که 4 روز زندگی با اولاد خود خوش داره. به خاطر اینکه به دنبال پول و منصب و جاه نبود، هر چی که براش پیشنهاد کردن قبول نکرد. قبل از اینکه ایشون رو این دفعه دستگیر کنم، دفعه قبل شخصا از زبانشون شنیدم که میگه فقط گفتن شما فقط ساکت بشین، چیزی نگو، رو منبر هیچ حرفی نزن، این درساتو ببند. میگه قبول نکردم. به خاطر همین بردنش زندان، به خاطر حق گفتن. این ملاهایی که امروز در مقابل ظلم و استبدادی که بر علمای دین، بر دعوتگران میشه در افغانستان و در غیر افغانستان، سکوت میکنن، چیزی نمیگن به خاطر مصلحت. والله فردا این نوکران ایران اگر در افغانستان حاکم بشن به یکی از شما رحم نمیکنه. بعد اینا حاکم بشن، این فاطمیون و اینا حاکم بشن بر شما، 100 رحمت خواهید فرستاد به امریکا و به یهود و به نصارا. به هیچ کدومتون رحم نمیکنن، به هیچ که رحم نکردن. من کلیپی رو آماده کردم اینجا خدمت شما عزیزان پخش میکنم. و یکی از تهمت‌هایی که تهمت‌ها خب پیش اینا جایز است، آماده است. یکی از تهمت‌هایی که به مورث متوکل زدن این است که ایشون نمیدونم با داعش ارتباط داشته و فلان داشته و جلب و جذب داعش از این چیزا. تکون خوردی میگن آقا این داعشی است. این کلیپ رو بشنوید. ما میدانیم او کسایی که در مجامع مسلمان ها انفجار میکنن یقینا اسلام نیست. اسلام برای خود حدود داره. هر کس خود منسوب به اسلام بسازه این مفهومی از این نداره که گپ اسلام است و یه انگیزه از اسلام گرفته. نه وام نوکر است، وام نوکر است، و از اسلام هیچ معلومات نداره و حدود نمیشناسه که در کجا قتل کدام شخص جایز است. اسلام برای خود حدود داره، از حدود باید مراعات شود. چرا نام اسلام بد میکنه که اسلام تروریسم است؟ تمام هدایات اسلام مکمل دعوت به سوی امن است. تو میری اگر یک نفر مطلوبی تست 20 نفر دیگه قطع خاک خون یکسان میسازی، باز میگی جنت میرم، مفت است. خونی مسلمان برای تو معلوم میشه که خونی مسلمان، ما دمی جمعه در مورد خونی مسلمان گپ زدیم که خونی مسلمان چیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمه زوال دنیا برای الله میگه که برای من خیلی آسان است. زوال دنیا پیش من اینقدر اهمیت نداره. از چی کرده؟ از ریختن خون یک مسلمان کرده که خون یک مسلمان میریزه. قرآن کریم چی میگه برای ما؟ و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، همیشه در اوجه. این عذابه که الله بیان میکنه. خونی مسلمان اینقدر بی قدر است که هر جای ریخته میشه. آسان گپ است. فتوا هم از خود میدی، خودت قاضی و مفتی استی میگی مرتد است.
این طاغوت است، این خونش روا شده، از کجا؟ چقدر علم داری؟ اول همین تکفیر و نسبت ارتداد و نسبت طاغوت به کسی کردنی گپی عادی نیست که هر کس بگوید. بعد از او باز خونش روا دانستن، نعوذ بالله، خون روا دانستن کفر میشه از یک مسلمان. یکی کشتن است خو گناه است، گناه کبیره. یکی که حلال میدانی کفر میشی، حلال نباشه حرام حلال میدانی. این بسیار موضوع خیلی مهم و خطرناک است، لیکن با تأسف قرآن کریم منع میکنه. کلماتشون واضح هست، حرفاشون. وقتی که دیدن که مولوی متوکل داره این گروهایی رو که به نام دین برای بدنام کردن دین در بین مردم انفجار میکنن، انتحار میکنن، مردم بیگناه رو میکشن تا دین رو بدنام کنن، تا علمای دین رو بدنام کنن، تا وسیله باشه برای زدن اسلام، تا دید که ایشون داره این حقایق رو بیان میکنه، به تهمت داعش ببریش زندان. کجاست حقوق بشرتون؟ کجاست قانون اساسی؟ کجاست دادگاه علنی؟ کجاست وکیل مدافع؟ یک خبرنگار بی سر و بی پا رو اگر که بگیرن، همه رادیو تلویزیوناشون حقوق بشر کل دنیا بسیج میشن که آقا این بعد محاکمه علنی بشه، بعد وکیل بگیره، بعد دادگاه علنی باشه. کجاست دید امروز؟ وکیل دفاع مولوی متوکل کجاست؟ قانون اساسیتون کجاست؟ حقوق بشرتون کجاست؟ دروغ هایی که به وسیله مردم رو فریب میدادید کجاست؟ اما اینها برای خودتون است، برای نوکران خودتون، برای فاحشه ها، برای لوتی ها، برای نوکران غرب، برای نوکران ایران. اما برای اهل سنت، برای علمای حقو تهمت آماده است. یک مهر بهش میزنن، یا وهابی است یا داعش است، میبرنش زندان، کسی هم نمیپرسه. و 4 تا ملاه بی غیرت دیگه حتی ذکری هم نمی کنن، میترسن. از امنیت ملی میترسید، از زندان میترسید. والله امنیت الله سبحانه و تعالی، زبانیه الله سبحانه و تعالی، عذاب قبر الله سبحانه و تعالی، نگهبانان جهنم الله سبحانه و تعالی خیلی شدیدتر و بدتر از این زندانهای اینا هستن که شما از اون میترسید. والله جهنم خیلی عذابش اصلا قابل تصور نیست با آنچه که شما از بگرام و از قندار و از زندانهای اینها میترسید. سکوت نکنید در مقابل حق، از برادرانتون دفاع بکنید که والله روزی میارن سرتون که مثل علمای عراق. کجان علمای عراق؟ امروز یا در به در خاک به سر در کشورهای مختلف میگردن، یا که در یک سال بیش از 700 مؤذن و امام مسجد رو اعدام کردن، هزاران مسجد رو خراب کردن. به هیچ کدومتون رحم نخواهند کرد.